بعضی‌ها تو بدترین شرایط زندگیشون نابود میشن. اما بعضی‌های دیگه دقیقاً از همونجا شروع میکنن. سوال اینه، فرق این دو گروه چیه؟ شانس، پول، شرایط بهتر یا یه چیز عمیق‌تر؟ توی این ویدیو میخوایم ببینیم آدم‌هایی که تو بدترین شرایط موفق شدن دقیقاً چه کاری متفاوت انجام دادن. اولین تفاوت اینه. آدم‌های معمولی میگن شرایط بده، نمیتونم. اما آدم‌های موفق میگن شرایط بده، پس باید یه راه پیدا کنم. اونا انکار نمی‌کنن که سخته، اما متوقف هم نمیشن. یه نکته خیلی مهم. آدم‌های موفق وقتشون رو صرف غر زدن درباره چیزایی که کنترل ندارن نمی‌کنن. به جاش تمرکز می‌کنن روی مهارت‌هاشون، تصمیم‌هاشون و حرکت بعدیشون. بیشتر آدم‌ها درد رو تحمل می‌کنن، اما بعضیا ازش استفاده می‌کنن. شکست، فشار، ترس برای اونها تبدیل میشه به انگیزه برای حرکت. موفقیت تو شرایط سخت سریع اتفاق نمیفته. اما این آدم‌ها صبر دارن در حالی که همچنان دارن حرکت میکنن. نه عجله میکنن، نه متوقف میشن. شاید مهمترین تفاوت اینه. اونا فقط هدف نداشتن. هویتشون رو تغییر دادن. به خودشون گفتن من کسی هستم که تسلیم نمیشه. پس راز موفقیت تو بدترین شرایط این نیست که شرایط خوب بشه. اینه که تو بهتر بشی. شرایط سخت همیشه بوده. اما آدم‌های قوی ازش عبور کردن. حالا سوال اینه، تو قرار جزو کدوم گروه باشی؟